الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن کریم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته درباره صفت دروغ داشتیم صحبت می‌کردیم و مذمت این صفت در بیشتر از 280 آیه قرآن کریم و اینکه یکی از صفات منافقینه و حتی مشرکین صدر اسلام هم دوست نداشتن دروغ بگن. یکی از صفاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای انسان دروغگو ذکر کردن، برای اینکه ما تشخیص بدیم وضعیت خودمون چطوره، آیا خودمون مبتلا هستیم به این صفت یا نه. تا حدودی خب هر کسی خودش میدونه تا که در گفتار خودش چقدر صادقه، در معامله خودش، در رفتار خودش با اطرافیان چقدر صادقه. علاوه بر این رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی که بسیاری از ماها از اون غافلیم، بسیاری از ماها کلا از مفهوم اون به دوریم، فرمود کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. در روایت دیگری فرمود کفا بالمرء اثما ان یحدث بكل ما سمع. برای دروغگو بودن یک انسان همین اندازه کافیه که هر چیزی رو که میشنوه نقلش کنه، و در روایت دیگری فرمود برای گناهکار بودن یک انسان همین قدر کافی است که هر چیزی رو که میشنوه بدون تحقیق نقلش بکنه. این مسئله موضوع بسیار بزرگی است در جامعه ما که ما هر خبری رو که به مجرد اینکه شنیدیم بدون اینکه خبر مطمئن بشیم از صحت و سقمش اون رو پخش میکنیم، و چه بسا که این خبر باعث میشه در جامعه بحران ایجاد بشه، باعث بشه که آبروی کسی ریخته بشه، باعث بشه که مشکلات ایجاد بکنه، تبعات بسیار زیادی رو داشته باشه. اما ما چون این خبر رو شنیدیم، این خبر جذابه، این خبر داغه، این خبر رو میخوایم برها تو یک جمعی برسونیم، به خاطر اینکه ما زودتر اولین نفری باشیم که زودتر از بقیه این خبر رو پخش میکنه، یا اینکه بخوایم خودمون رو مهم جلوه بدیم که من خیلی خبرها دارم، یا اینکه بخوایم که خود شیرینی بکنیم، محفلی خودمون رو گرم بکنیم. دلایل بسیار مختلفی که میتونیم داشته باشیم برای این کار خودمون. ما میایم و چیکار میکنیم؟ به مجرد اینکه خبری رو ما شنیدیم، یک کسی حالا به دروغ یا اینکه از روی سری شایعات، روی سری به هر حال حدس و گمان‌ها آمد و این خبری رو پخش کرد، این خبر رو ما بدون اینکه از صحت و سقمش خبر بشیم، از واقعیتش خبر بشیم یا از اینکه شایعه است، میایم و این رو پخش بکنیم. این یکی از صفات دروغگویانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود برای دروغگو بودن یک انسان همینقدر کافیه که به مجرد اینکه هر چیزی که میشنوه نقل بکنه. این میطلبه که ما هر چیزی رو که میشنویم مستقیما نیایم پخشش بکنیم، هر چیزی رو که ما شنیدیم مستقیما نیایم و یک عده‌ای رو زیر سوال ببریم. همونجوری که الله تعالی در سوره مبارکه حجرات فرمود یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. وقتی که یک عده‌ای، یک انسان فاسقی، انسان گناهکاری، انسان ناسالمی آمد و یک خبری رو به شما رسون، فتبینوا، برید تحقیق بکنید. در روایتی فتثبتوا، برید مطمئن بشید از ثبات این خبر، از حقانیت این خبر، از اینکه واقعیت داره یا نه. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة، از اینکه شما برید، از اینکه شما یک عده‌ای رو قبل از اینکه شما یک قومی رو از روی نادانی، ندانسته متهم بکنید به یک موضوعی. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. بعد از اینکه شما یک گروهی رو زیر سوال بردید، یک گروهی رو متهم کردید، یک مشکلی رو ایجاد کردید، یک مصیبتی رو بار آوردید، بعد از اون شما پشیمان بشید بر اون کاری که کردید، اون موقع دیگه چه سودی داره؟ اون موقع دیگه پشیمانی فایده ای نداره. متاسفانه دردی که در جامعه ما نسبت به این موضوع هست، ما همین که خبری رو میشنویم مستقیما میریم جای دیگه پخشش میکنیم. سخنچینی، یک سخنی رو از یک جایی میگیریم مستقیم میریم جای دیگه پخش میکنیم. حتی سخنچینی در بحث، در کارهایی که واقعا اتفاق افتاده هم درست نیست.
یک جای ما یک خبری رو وقتی در یک مجلسی ما میرسونن، در یک مجلسی وقتی خبری ما داده میشه، با حق نداریم اینو بریم همه جا پخشش بکنیم. ما حق نداریم یک خبری، یک عیبی رو از کسی دیدیم، یک مشکلی رو از کسی متوجه شدیم، اینو ببریم و پخشش بکنیم، به جای اینکه عیب پوشی بکنیم، به جای اینکه خویشتن‌داری نشون بدیم، به جای اینکه آبروی اون رو حفظ بکنیم، بیایم به این خبر رو پخش بکنیم. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو شدیداً از این صفت هم منع فرمود و در روایتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند لا يدخل الجنة نمام، در روایت دیگری لا يدخل الجنة قطات، که قطات و نمام یک معنی میده، در بهشت وارد نخواهند شد کسانی که سخنچینی میکنن. در بهشت وارد نمیشن کسانی که سخنچینی میکنن. چه خانواده هایی که به خاطر سخنچینی عده‌ای از هم پاشیدن، چه جمع هایی که به خاطر شایعاتی که پخش شده و ما رفتیم این رو پخش کردیم از هم پاشیدن، چه مصیبت ها که به بار اومده، چه دشمنی ها که ایجاد نشده، چه ناراحتی ها که به بار نیومده، چه حرکت هایی که از هم پاشیده، چه مؤسسه هایی که فرو ریخته به خاطر یک شایعه‌ای که یک جایی پخش کرده یک انسانی ندانسته. و این رو از کجا گرفته بوده؟ وقتی که بررسی هم میشه، شما این خبر از کی شنیدی؟ فلانی از کی شنیده؟ از فلانی از کی شنیده؟ از فلانی. بعد دوباره وقتی آدم بررسی میکنه معلوم نیست اصلا کلا اساس این خبر، اون مرجع اصلی این خبر کجاست. فقط یک سری حدس و گمان ها و فقط یک سری صحبت ها و شیطان هم میاد اینها رو سر زبان ها میاندازه و پخش میشه. و شدیداً الله تعالی انسان مسلمان رو از این صفت، یعنی شنیدن خبر و پخش کردنش جای دیگه، منع فرموده. و اتفاق بسیار مهمی که در تاریخ اسلام یک نمونه ای از این اتفاق که به هر حال به عدم رعایت این صفت، یعنی خویشتن‌داری، وقتی که انسان صحبتی رو میشنوه بدون دلیل، بدون حسن ظن به اطرافیان خودش، بدون تحقیق پخش بکنه، در اتفاق در جریان اون مؤمنین عایشه رضی الله عنها و حادثه افک که در مدینه بود اتفاق افتاد. اون لحظه‌ای که عده‌ای از منافقین، صفت اونهاست، کار اینهاست، منافقین اصلا این در طول تاریخ اینها این کار رو کردن، عده‌ای از منافقین که دنبال فرصتی میگشتن تا بیان و به دروغ شروع بکنن، نشر اکاذیب، نشر شایعات، نشر تهمت‌ها، که تهمت هم یک نوعی از دروغ خودش، از بدترین انواع دروغ، و بیان و شروع کردن و پخش کردن تا یک فرصتی گیر آوردن، آمدن و ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها رو متهم کردن. و این خبر وقتی که سر زبان‌ها افتاد و پخش شد، عده‌ای از مسلمانان هم، چند نفری حتی از جمع مسلمانان هم پای اونها لغزید در این جریان و اونها اومدن و این خبر رو پخش کردن و الله تعالی شدیداً اونها رو ملامت کرد و شدیداً مسلمین رو مورد خطاب قرار داد که چرا وقتی شما این خبر رو شنیدید نباید زنان مؤمن و مردان مؤمن به هم خوشبین باشن؟ چرا وقتی که این خبر رو شنیدین و فکر می‌کردین و تحسبونه و حینا، وقتی با زبان‌های خودتون این خبر رو پخش می‌کردین، استلقونه بألسنتکم، وقتی که سر زبان‌ها افتاد این خبر و همینجوری داشت پخش می‌شد، خبر دروغین، یک خبر کذب، وقتی سر زبان‌ها افتاد و پخش می‌شد و تحسبونه حینا، و شما فکر می‌کردین که چیز ساده است، فکر نمی‌کردین مهم باشه اصلا این مسئله، همینجوری سر زبان‌ها داشتین پخش می‌کردین و هو عند الله عظیم، و این نزد الله بسیار عظیم بود. بسیار این حرفی که شما سر زبان‌ها زدید، این آبروی یک انسان مسلمان رو زیر سوال بودی، و اون هم چه شخصیم؟ اون هم که ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون هم که مادر مؤمنان رو شما اومدید به این سادگی سر زبوناتون دارین خبر رو پخش میکنین. اگر فضل الله و رحمت الله شامل شما نمیشد، عذاب بسیار دردناک سراغ شما میومد. و در آخر این بحث، در آیات بعدی، الله تعالی این امت رو منع فرمود، یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا. این گونه نشه که دوباره این حکایت تکرار بشه، این نباشه که شما بیاید و همچین کاری رو دوباره تکرار بکنید که یک عده‌ای از دشمنان شما، یک عده‌ای از مخالفین شما، یک عده‌ای از منافقینی که در صف شما هستن، و به تعبیر قرآن کریم اونهایی که در صف شما در میان شما خلل ایجاد میکنن، رخنه میکنن، ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، میان در بین شما اینا چیکار میکنن؟ فتنه پراکنی میکنن، میان اختلاف میاندازن، میان تفرقه ایجاد میکنن، و فیکم سمعون لهم، و متاسفانه در بین مسلمین هم عده‌ای هستن که به اینها گوش میدن. این گونه نشه که ما بیایم و این منافقین رو در صف خودمون اجازه بدیم تا بیان جمع ما رو به هم بریزن، اجازه بدیم تا بیان بین ما تفرقه ایجاد بکنن، اجازه بدیم که اونها بیان و جلوی حرکت های ما رو بگیرن و جلوی اجتماعات ما رو بگیرن و باعث تفرقه ما بشن. این صفت یکی از صفات بارز دروغگویانه، و خب دروغ هم که یکی از صفات بارز منافقین، یکی از صفات منافقینه که اگر کسی در وجودش باشه حداقلش اینه که درجه ای از نفاق رو در وجود خودش داره، مگر اینکه این صفت رو از وجود خودش خارج بکنه و این صفت رو کلا ترک بکنه. شنیدن خبر و پخش کردن اون خبر بدون تحقیق،
بدون سند، بدون حسن ظن به اطرافیان، بدون اعتماد، بدون خبر گرفتن، بدون اتصال به اون شخص، فلانی راجبت اینجوری میگن درسته یا نه، ما متاسفانه عادت کردیم خیلی وقتا بدون اینکه حتی دوستان صمیمی خودمون، حتی از جمع خودمون، حتی خانواده خودمون، حتی پدر و مادر خودمون رو یک خبری رو یک کسی میاد، یک انسان مغرضی، انسانی که در قلب‌های اونها مرض داره، در قلب‌های اونها مرضه و الله تعالی فرمود فی قلوبهم مرض، این انسان‌های بیمار دل، این انسان‌های کوردل میان خبری رو پخش بکنن و ما اون رو گوش بکنیم و نه تنها گوش بکنیم بلکه بریم و این خبر رو پخش بکنیم جای دیگه و باعث تفرقه و اختلاف و کینه و کدورت و گناه و معصیت بشه. این مسئله بسیار مهم است که باید مد نظر ما باشه که خودمون رو این گونه مبتلا نکنیم. یکی از مسائل دیگه ای که بسیار مهمه که در باب دروغ باید مد نظر باشه شهادت‌های دروغینه. ما بسیاری از اوقات متاسفانه مشاهده میشه عده‌ای از عزیزان میرن جای شهادت میدن، میرن جای گواه میشن، میرن جایی به دروغ به نسبت به شخصی دارن ضمانت میکنن، به دروغ میان یک کسی رو تایید میکنن که اصلا نمیشناسنش، به دروغ میان و بر ضد کسی صحبت میکنن، به دروغ میان کسی رو متهم میکنن یا حمایت میکنن، هر دو حالتش، چه جنبه مثبتش چه جنبه منفیش. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که امام بخاری نقل کردن فرمود که الا انبئکم باکبر الکبائر، آیا شما رو آگاه نکنم به بزرگترین گناه ها؟ گفتن بلی یا رسول الله، شما این رو به ما اطلاع بدید. فرمود که الاشراک بالله، اولین گناه، بزرگترین گناه شرک به الله تعالی است و بعد از اون حقوق الوالدین، بعد از اون بی احترامی به پدر و مادر، رعایت نکردن حقوق پدر و مادر. و راوی میفرماید که این دوتا رو وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اینجوری تکیه داده بودن و بعد بلند شدن و بعد نشستن و بعد گفتن الا الشهادة زور، الا الشهادة زور، الا الشهادة زور. و بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند شدن فرمودن چند بار هی پشت سر هم داشتن این جمله رو تکرار میکردن: شهادت نادرست، شهادت دروغین، شهادت دروغین، شهادت دروغین. و راوی در ادامه میگوید که انقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم این جمله رو تکرار فرمود که ما دوست داشتیم که زودتر رسول الله صلی الله علیه و سلم قطع بکنن این کلام رو، یعنی دیگه این قطع تکرار نشه، چون واقعا سنگینه این صحبت هی داشت تکرار میشد، هی داشت تکرار میشد. یکی از بزرگترین گناهان اینه شهادت های دروغین، تایید های دروغین. کسی رو ما تایید بکنیم که اصلا نمیشناسیمش، اصلا ما خبر نداریم این چی هست. یکی تو خیابون دست ما رو میگیره آقا بیا اینجا فلانی من ضمانت بکن، بیا اینجا ضامن من شو، بیا اینجا به نفع من شهادت بده، بیا بگو که من تو رو میشناسم. اینها هم مصداق‌های دروغه، اینها هم مصداق‌های کذبه، اینها همه صفاتی از صفات منافقینه که ما خدای نکرده نباید به اینها مبتلا بشیم. اینها رو باید از وجود خودمون بکشیم بیرون، اگر هست اینا رو باید خودمون تزکیه بکنیم و از این صفات خودمون رو پاک بکنیم. شهادت نادرست. چه انسان‌های بزرگواری که به خاطر یک عده‌ای انسان بیمار دل و شهادت‌های نادرست رفتن به زندان‌ها افتادن. چه انسان‌هایی که به خاطر پول، به خاطر دست آوردن مقام، به خاطر به دست آوردن کرسی و منصب رفتن و جاسوسی کردن و به دروغ عده‌ای رو متهم کردن، به دروغ پرونده سازی کردن و انسان‌هایی رو به زندان انداختن، سال‌های سال در زندان موندن. این شهادت‌های نادرست چه خانواده‌هایی رو که از هم نپاشونده، چه زن و شوهرهایی رو که از هم جدا نکرده، چه مصیبت‌ها که به بار نیاورده. هر چقدر راجع به این مسئله بخوایم راجع به اهمیتش بگیم، راجع به خطر این مسئله بگیم، باز هم کم گفتیم. یکی از بزرگترین گناهان و یکی از بزرگترین مصداق‌های دروغ و دروغگویان اینه که انسان به دروغ جاهایی رو که نباید ضمانت بکنه، کسی رو که نمیشناسه تایید بکنه، کسی رو که اصلا خبر نداره و اطلاع نداره بیاد از اون تعریف بکنه، و همچنین کسی رو که میشناسه به دروغ بیاد بر ضد اون باز بیاد و اون رو متهم بکنه یا اینکه بیاد بر ضدش بد بگه. آیا دروغ گفتن همیشه بده؟ آیا هیچ راهی وجود نداره برای دروغ گفتن؟ آیا ما اصلا هیچ حق نداریم جای دروغ بگیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که ام کلثوم بنت عقبه ابن ابی معیط، دختر عقبه ابن ابی معیط، اون یکی از رهبران مشرکین مکه که اون ملعونی که به درک واصل شد و هلاک شد، ولی دخترش به خواست الله، وقتی الله بخواد یکی از رهبران مشرکین دخترش میشه یک صحابیه، یکی از یاران رسول صلی الله علیه و سلم. دختر عقبه ابن ابی معیط ام کلثوم رضی الله عنها میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما اجازه دروغ گفتن نمیداد مگر در 3 مورد.
در 3 چیز رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما اجازه داد که ما دروغ بگیم. اون 3 مورد، یکی از اون موارد این مورد که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما اجازه داد که ما در جنگ دروغ بگیم. یعنی وقتی که مسلمان ها در جنگی با کفار و مشرکین درگیرن، فرمانده مسلمین یا سربازها به خاطر به هر حال حفظ منافع مسلمین، به خاطر که در این جنگ به حال جنگ همش فریب، جنگ به هر حال مکر و جنگ نقشه است، اجازه دادن که صحابه و تمام مسلمین اگر در همچین موقعیتی قرار گرفتن دروغ بگن. با ما همراه باشید. بعد از یک میان برنامه با ادامه بررسی این حدیث، مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دادن که انسان تعبیری استفاده بکنه که مطابق با واقعیت نیست. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که حقی از دیگران برگردن دارد، همین امروز از وی حلالیت بطلبد قبل از آن که روزی حق خود را طلب کنند که در آن درهم و دیناری وجود ندارد. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. یکی از مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق روایت که ام کلثوم دختر عقبه ابن معیط رضی الله عنها رفاعت فرمود، رسول الله صلی الله علیه و سلم به کسانی که در میدان جنگن، در میدان کارزارن با مشرکین و کفار اجازه داد که دروغ بگن، فقط در اون مورد خاص. و مورد دومی که اجازه داده شده برای شخصی که قصد اصلاح داره بین چند نفر، کسی که میخواد بره و اصلاح ایجاد بکنه، چند نفری با هم درخورن، چند نفری با هم قهر کردن، چند نفری از هم ناراحتن، حالا این شخص اگر بره واقعیت ها رو بگه، اگر بره بگه که فلانی خب هنوز با تو ناراحته، هنوز پشت سر داره حرف میزنه، اگر بری پیش این یکی بگه فلانی هنوز اینجوری از ضد دلخوره، هنوز حرفای تون بر ضد داره میزنه، خب طبیعتا این رابطه اصلاح نخواهد شد. اگر این شخص بعضی از حقیقت ها رو کتمان بکنه و بره حتی بعضی از تعابیر اتفاقاتی رو که هنوز اتفاق نیفتاده از پیش خودش توصیف بکنه، بعضی جملات از پیش خودش نسبت بده به یک شخصی و از این طرف بره پیش اون بگه، پیش اون بیاد، از اون ور باز پیش این جملاتی رو نسبت بده به اون، به قصد اصلاح، به قصد اینکه دوباره این دو نفر رو به هم وصل بکنه، این دو جمع رو به هم متصل بکنه. در این مورد خاص هم رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دادن. اینجا منفعت مسلمین در کار، اینجا مصلحت کل مسلمین در نظر گرفته شده و این شخص این اجازه رو داره. کسی که انسان دلسوزی، که انسان خیری، که واقعا قصدش اینه که میخواد اینها رو به هم برسونه، واقعا قصدش نیک باشه و قصد اصلاح داشته باشه و قصد دیگری نداشته باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم به این شخص هم اجازه دادن که به خاطر اصلاح بین دو نفر، اگر کسی خواست، عزیزی میخواد که دو انسان رو میخواد به هم مرتبط بکنه، دو انسان رو میخواد با هم آشتی بده، یک جمع متفرقی رو میخواد دوباره کنار هم گرد هم بیاره، این انسان اجازه داره که بره و از پیش خودش صحبت‌هایی رو بگه و جملاتی رو به زبان بیاره که اونها نگفتن و این در زمره دروغگویان حساب نخواهد شد. و گروه سوم کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز به اونها اجازه داده که جملاتی رو استفاده بکنن، تعابیر رو استفاده بکنن که در واقعیت اتفاق نیفتاده. همسری که به خاطر به دست آوردن دل همسر خودش جملاتی رو به زبان میاره، حالا در بعضی مشکلات و مشقت هایی داره و شاید بعضی از خواسته ها رو نتونسته برآورده بکنه، بعضی از اون امکاناتی رو که نیاز داشته همسر با اون خواسته هایی رو که از طرف همسر بوده نتونسته برآورده بکنه، چه زن چه شوهر، هر دو طرف فرقی نمیکنه که کدوم یکی از اینها باشه.
این اجازه رو دارن که وقتی کنار هم قرار میگیرن به قصد نیکی، به خاطر اینکه این محبت بیشتر بشه، به خاطر اینکه تفرقه ایجاد نشه، خدای نکرده دلخوری ایجاد نشه. وقتی که خب طبیعتا وقتی بین زن و شوهر دلخوری ایجاد شد، تفرقه ایجاد بشه، قانون خانواده متشنج بشه و اون جو گرمی که باید در خانواده باشه اون به سردی گراییده بشه، فرزنده ها هم در این جو نمیتونن آروم باشن و وقتی جامعه به هم خانواده دچار مشکل شد، جامعه دچار مشکل خواهد شد. این اجازه رو رسول الله صلی الله علیه و سلم به این زن و شوهر داده که در مواردی که احساس میکنن شاید مشکلی پیش بیاد، دچار دلخوری بشن، تعابیر و کلمات و جملاتی رو استفاده بکنن که در واقعیت گفته نشده یا در واقع اتفاق نیفتاده. و این سه مورد فقط تنها مواردی هستن که رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دادن که خلاف واقع گفته بشه و خلاف اون چیزی که اتفاق افتاده بیان بشه. اما در باقی موارد رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیلی دیگری از رسول صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و رسول صلی الله علیه و سلم اجازه ندادن که انسان مسلمان تقی و توقی بخوره به شروع بکنه به دروغ گفتن، جایی که هیچ نیازی نداره، به خاطر خندوندن مردم، به خاطر گرم کردن محفل خودش، به خاطر به دست آوردن منافع مادی، به خاطر اینکه تاجر بازار خودش رو گرم بکنه بیاد و چیکار بکنه؟ بیاد دروغ بگه من به خدا قسم این مال رو انقدر خریدم، در حالی که دروغ میگه نخریده، فلان قد به خدا قسم این جنس من اینجوریه، مال فلان کشور جنس اصلی، در حالی که اصلا این گونه نیست. اینا همه من شده از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم و از طرف دین. چه بسا که بسیار متاسفانه دیده میشه که به خاطر به دست آوردن منافع مادی چه دروغ‌ها که نمیگن به رئیس خودشون، به صاحب کار خودشون، به کارگر خودشون، به مشتری خودشون، به همکار خودشون، به شریک خودشون، حتی بعضی ها جنس های قلابی رو که به دروغ دارن به خورد مردم میدن، به فروش مردم میدن و اینها رو به مردم تحمیل میکنن و در حالی که این جنس اون جنسی نیست که اون مشتری خواسته ازشون، مخاطب خواسته ازشون. اینا همه نمونه هایی از دروغ در اعمال ما، در رفتار ما، در گفتار ما. و سلف صالح این امت انقدر حساس بودن نسبت به این مسئله و انقدر این اهمیت داشته براشون که حتی کسی رو که با حیوان خودش برخوردی داشته که ظاهرش این بوده که می‌خواسته حیوان رو فریب بده و دروغ بگه بهش، دامن خودشون رو بعضی بلند می‌کردن به نشانه اینکه داخل این دامن جویی هست یا گندمی هست و از دروغ می‌گرفتن، دامن خالی رو بلند می‌کردن جلوی حیوان می‌گرفتن که حیوان نزدیک بشه. در بسیار از مناطقی که به هر حال احشام هستن آشنایی دارن عزیزان با این کار. امام بخاری رحمت الله علیه روزی رفتن برای شنیدن روایتی، وقتی دیدن از طرفی که قرار بود ازش روایتی رو گوش بکنن این گونه دامن خودش رو بلند کرده، داخل دامنش هم هیچ نیست و به دروغ داره حیوان رو فریب میده. از همونجا برگشتن، حتی صحبت اون رو گوش نکردن، روایت اون رو گوش نکردن. انقدر حساس بودن و باید هم انسان حساس باشه، چرا که نتیجه دروغ، سرانجام دروغ رسوایی در دنیا قبل از آخرته. آخرت که به جای خود، بار کج به منزل نمیرسه. و داستان چوپان دروغگو به هر حال یک نمونه است که توی ادبیات فارسی زبان زده انسان کاری نکنه که چوپان دروغگویی بشه که اصلا حرفش هم کسی گوش نکنه. مانند داستان برادران یوسف علیه السلام که وقتی که حضرت یوسف علیه السلام را چاه انداختن و به دروغ گفتن که اون رو گرگ خورد و خونی دروغین آوردن و به لباس ریختن و جاءوا علی قمیصی بدم کذب، به دروغ خون دروغینی رو آوردن و به لباس ریختن و گفتن که این رو گرگ خورده. و بعدن که بعدها رفتن دوباره به مصر رفتن و بنیامین رو با خودشون بردن، برادر یوسف علیه السلام رو، و بنیامین رو اونجا حضرت یوسف علیه السلام طی یک نقشه پیش خودش نگه داشت. وقتی آمدن اونجا پیش پدرشون و گفتن که بنیامین رو پادشاه مصر، عزیز مصر پیش خودش نگه داشت، اون موقع حتی حضرت یعقوب علیه السلام با اینکه این دفعه راست هم میگفتن باز هم حرف اونا رو گوش نکرد، حرف اونا رو نپذیرفت. بار اول که واقعا دروغ میگفتن، بار دوم هم راست هم که میگفتن دیگه حضرت یعقوب علیه السلام به خاطر سوء سابقه‌ای که داشتن قبول نکرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن شما رو توصیه میکنم به نیکی و راستگویی، که چرا که راستگویی انسان رو یهدی الی البر، انسان رو به بر و نیکوکاری میرسانه، و البر یهدی الی الجنه، به نیکوکاری انسان رو به بهشت میرسانه. و انسان وقتی که راست میگه، انقدر راست میگه حتی یکتب عند الله الصدیق، تا اینکه نزد الله تعالی این شخص به عنوان یک انسان راستگو، به عنوان یک انسان درستکار نوشته میشه. و پرهیز بکنید از دروغ، چرا که انسان دروغگو، دروغ انسان رو به فجور میکشونه، دروغ انسان رو به تمایل از حق میکشونه، یعنی به دور شدن از حق میکشونه. و انسان به این تمایل به ناحق، تمایل یعنی مائل شدن از حق، به بیراه رفتن، به ناحق متمایل شدن، اون باعث میشه که انسان به جهنم بره و
انسانی که دروغ میگه انقدر دروغ‌های خودش رو زیاد خواهد کرد. وقتی که زیادم دروغ میگه چه کار میکنه؟ اون موقع چه میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ این شخص نزد الله به عنوان دروغگو نوشته میشه. این وقتی که نزد الله به عنوان دروغگو نوشته بشه، معامله الله تعالی با این شخص چه خواهد بود؟ انسان کاری نکنه که در نزد الله خودش رو دروغگو بنویسه. انسان نزد الله دروغگو نوشته بشه. الله تعالی و فرشتگانش انسان رو انسان دروغگویی بشناسن. و باز هم دروغی که باز در داستان یوسف علیه السلام اتفاق افتاد، به دروغ زلیخا تهمت زد به حضرت یوسف علیه السلام و سرانجامش این شد که باز هم زلیخا به هر حال مشخص شد دروغی رو که نسبت به حضرت یوسف علیه السلام گفته بود و این دروغ آشکار شد و به هر حال دروغگو بودن زلیخا مشخص شد. بحث دیگری که مطرحه که علاوه بر این که در دنیا دروغ انسان بالاخره سرانجام دروغ مشخصه و انسان رسوا خواهد شد، در آخرت الله تعالی میفرماید کسانی که دروغ میگن در روز قیامت اینها چهره‌های اینها سیاه خواهد شد. اینها روز قیامت طوری محشور میشن که از همه طرف همدیگه، همه کسانی که دور بر هستن همه اینها رو میشناسن. این کسان انسان چهره‌های اینها سیاه میشه. و یوم القیامت ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده، علی الخصوص اون کسانی که به الله تعالی دروغ نسبت دادن، اون کسانی که به دروغ چیزی رو به الله تعالی نسبت میدن که وجود نداشته. و در کل کسانی که دروغ میگن روز قیامت الله تعالی اینها رو طوری محشور میکنه، اینها روز قیامت چهره اینا کاملا سیاه و همه دوربری ها اینا رو میشناسن که اینا انسان های دروغگویی هستند. و الله تعالی در سوره مبارکه اعراف آیه 40 فرمود که کسانی که تکذیب کردن آیات ما را، کسانی که دروغ پنداشتن آیات ما را، کسانی که دروغگویانی که قبول نکردن کلام الله را و سر باز دادن، عناد کردن، تکبر نشون دادن، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روی اینها باز نخواهد شد، ولا يدخلون الجنه، و اینا هرگز به بهشت وارد نخواهند شد، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن گذر بکنه، اون موقع اینا وارد بهش خواهند شد. این کنایه از محال بودنه، چون هرگز یک شتر یک سوراخ سوزنی نمیتونه گذر بکنه. الله تعالی فرمود کسانی که دروغ میپنداشتن این کتاب را، دروغگویانی که قبول نکردن این کتاب را، تکبر کردن، اونها در آسمان راهی نخواهند داشت و هرگز به بهشت وارد نخواهند شد. و کذالک نجزی المجرمین، و این گونه است پاداشی که الله تعالی برای مجرمین آماده کرده. دروغ در روز قیامت انسان رو به جهنم خواهد رساند. دروغ باعث میشه که انسان در زمره منافقین نوشته بشه اسمش، حداقل یکی از صفات منافقین در وجودش خواهد آمد. و دروغ باعث میشه که الله تعالی انسان رو در لیست دروغگویان نزد خودش بنویسه و همین که اسم انسان در لیست دروغگویان نزد الله تعالی نوشته شد، این به این معناست که هیچ توجهی نسبت به انسان نخواهد داشت الله تعالی. وقتی که یک انسانی بین انسان‌ها به عنوان دروغگو مشخص بشه و به عنوان دروغگو شناخته بشه، انسان‌ها چه معامله‌ای با آن میکنن؟ حال تصور ما شما نسبت به الله تعالی چی باید باشه وقتی که انسان خدای نکرده در پرونده هایی که نزد الله تعالی است انسان دروغگو ثبت شده باشه نامش و انسان رو عنوان دروغگو بشناسن اهل آسمان. دعا بکنید که الله تعالی به من و شما و همه مسلمین توفیق و عطا بفرماید که از این صفات رذیل خودمون رو پاک بکنیم و مبتلا نشیم به اون چیزی که الله تعالی منافقین رو با اونها وصف کرده و خودمون رو نجات بدیم و با صدیقین باشیم و از الله تعالی بترسیم و با جمع راستگویان باشیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، کسانی که ایمان آورده اید از الله بترسید و با راستگویان باشید، راستگویان در گفتار، راستگویان در کردار و راستگویان در اعمال و رفتار. از اینکه تا این لحظه با ما بودید بسیار سپاسگزارم و ممنون. امیدوارم که در برنامه بعدی هم ما رو یاری بفرمایید. همه شما عزیزان و خوبان رو به الله تعالی میسپارم. الله حافظ و نگهدار شما باد.